برادر خوبه، امیدوارم. سلامت باشین. مبارکی ماه شریف رمضان ها. زنده باشین. چی گفتنی بودم برادر عزیز همینجا. منم راستی در این رمضان نه خوب نمیخواستم که بدرام امی فیرا گپ زنم خدمم. بسیار کاری خوب گپ میکنید. گپ نزده سعادم. همین روز بسیار یک چی تصمیم منم خوب گرفته بود هستی. همین روز یک چیز نمیخوای وادار کرد که خواستم برمدم که برام یک چی بگم. ها. نگاه کن که من در میتینگایی که شما کرده نبودم. مثال رفتین خونگی را فشار آوردین. من چی گفتنیم ده به همین حکمت رو؟ والله بالله تالله قسم ای رحمانов همین دفت اروپا بیاید کو من کار میکنم. این چیزا دانسته بگیری حکمت. این چیزا خوب بفهمه که همین دفت رحمانов اروپا همین 27 دولت همین اروپایی لوبویش بیاید من کار برای رحمانov میکنم. میان تبند. به خدا قسم ای شما گذرونده حکمت پالیروس گذرون. وقتی که یک آدم نیست در یک جا برای چی تو میره خونگی و انسان ها رقم میتی؟ یا که اگر باشم یا آدم برای آمده من لیشنم میخوام که برادر سهراب آزاد باشه، من میخوام برادر کی نسیم جان شریفов آزاد باشه. شما خدا دیکتاتوری. نفهمیدی بیس سببی بازپرسی اونا چیزی دیگر است. ما ولی نمیخوام اینجا کلام گپ زنم. سببی که این با میتینگا برآمدی نیست برادر. این چیز یک سلسله برنامه مقامات نو است، اما هدف اونا شاید همون پدر و مادرتون نفهمیده است که برای چی بردگیان. اینجا یک سری دیگه خفته است، من 100% میدونم، اما حاضر وقت و ساعت این حرفا نیست. ان شاء الله وقت و ساعتش که اومد همون برنامه همون سخنی که بالا گفتی این دفعه بیاید. همون خلاص دقیق و چیزای پروژه های نقص قطعی ان شاء الله خدا خواهد بعد صحبت میکنیم برادر. میتونه که در این مسئله اصلا ناراحت نکنید، چون برای میتینگ هایی که شب و روز برای میتینگ های بازداشت ها و بازپرسی ها نبود. اینجا اونا دیگر چی میخوان و یک کاری خوبم میکنن، یا پیغام های خوبم داره این چیز. من روز و ساعتش میبینم که این پیغام میرسه که واقعا حکومت رحمانov خودش نمیخواد که رحمانov آبرو داشت، میخواد رحمانov به آبرو باشه. اینجا پیام بود برادر، خود نفهمیدی شاید. اینجا پیامی وزیرا وزارت خارجه داخلی و امنیت برای تو یک پیام خوب دادگیان، اما پیام در علاهیدگی میگم. تمام برادر عزیز، من همین گفتنیم که برادر عزیز باید سرجم شیم. نگاه کنه که ما را رحمانov که ما مردمی که مخالف ما مبارز ما وطن دوستیم یگان تمو یگان مورچه را کشتگی نیستیم. حکومت بروی یا حکومتدار دکازت کنه دیله و دفتر فلان کس دزدیده زمین فروخته تجاوز کرده دزدی کرده بانک قرض داره برو دکازت بکنه. ما اومده ایم که بر بگردیم به تاجیکستان اگر ما گناهگار باشیم. نه که وقتی که ما حق و حقوق خودمون طلب میکنیم، وقتی ما راست میگیم правда میگن کالید گلازا رسو شما را کو واقعا هم همین سیختون میکرده خور. برای همین خاطر مردم من همین چی گفتنیم بیاید به خدا سرجم شیم. لوبای عنوان ندادن مو لوبای عنوانی که در همین دنیا هست همین مردمی که میبره زیدی همین حکمت گپ میزنه همین حکمت داد ما را. بیاید یه مرتبه هشتون در سرتون بگیره بیاید همین مخالفا سر بینیم. برادر عزیز بیاید یک ایده دیگه بگیریم پیشنهاد بکنیم دیگه با این استعفا رحمانov بیا ایتاو تنه یا طرز دیگه شب بگیریم کیف کنه پروستند رحمانov کیف کنه هم دلش امرش که واقعا همین تاجیک مردم همین شرنر داشته که میخواستین حق خودشون دفاع میکردین. این راه به قربانی نمیشه. بیایه اینم من یکم همون آدمی که همین گوسپند اینا رو میگم برای قربانیه. اینم یکش من بخدا قسم دیگه تا خاموش خطی نمیشه ایستاده. بخدا قسم ماه شریف رمضان نمیخوام همون کسا برنجونم، نمیخوام همون کسا بخفه کنم، نمیخوام همون گپی قبه بگم یگان چی بگم. من همین خداری کردم که همین ماه من یگان چی نگم، فقط در ذکر خدا باشم. یکی امروز اینا من همین وادار کردن که من برام زیدی همینا همین روز گپ زنم. من خواهش دارم که این مردم یه بار دیگه میگم که برادرای عزیز بیا یک کار بکنید.
ایتا دیگه نمیشود. خواهش من همینه که بیایه بعد همین رمضان یک کار بکنی. سلامت باش برادر جان. باقی خدا نگهبان. تشکر. الله نگهبان. خدا نگهبان.